تا به حال به این فکر کردین که اگر خانواده‌تون، والدینتون که سن بالا دارن، سال خورده هستن، دارن میان کانادا که ویزیت کنن شما رو، اگر بیمه مسافرتی نداشته باشن چه اتفاقی برای شما و اونها میفته؟ من در این ویدیو میخوام در رابطه با بیمه برای افراد سال خورده، افرادی که وارد خاک کانادا میشن برای بیمه توریستی، میخوام در این رابطه بیمه توریستی صحبت کنم. کانادا کشور خیلی زیبایی هست و خیلی افراد برای ملاقات خانواده هاشون و دیدن جذابیت کانادا به کانادا میان. در فصلهای مختلف، زمستون، تابستون، پاییز و بهار. میدونین که هر فصلی تو کانادا زیبایی خودشو داره. خب توی فصلهای مختلف افراد مختلف میان، ولی ما باید در نظر بگیریم که با هر ورودی که به کانادا دارن باید بیمه توریستی رو با خودشون داشته باشن از همون روز اول. چرا که افراد باید بیمه داشته باشن؟ یکی از مواردی که خیلی مهمه این هستش که افرادی که به کانادا تشریف میارن برای ملاقات خانواده هاشون، اگر براشون اتفاقی بیفته، اینجا بیمه درمانی خیلی هزینه بالایی داره و چون بیمه درمانی مختص فقط افرادی هستش که در کانادا اقامت دارن و برای اونایی که توریستی میان چیزی رو پوشش نمیده، بنابراین متحمل هزینه خیلی بالایی خانواده خواهند شد و این هزینه ها حتی از اورژانس برای در واقع آمبولانس، اورژانس، هزینه های بیمارستان، هزینه های درمان، همه اینها هزینه هایی هستش که اوقات اون آرامش و در واقع فراغتی که شما میخواین با خانواده داشته باشین رو بهش لطمه میزنه و باعث میشه که در واقع اوقات تلخی براتون به وجود بیاد. من در واقع میتونم در این مورد بیمه های مسافرتی به این اشاره کنم که خانواده هایی که در واقع والدینشون رو دعوت میکنن که بیان اینجا، خب اکثرا باید با این موضوع آشنا باشن که میتونن این بیمه ها رو چه از محل در واقع کشور خودمون ایران تهیه کنن و چه از کشور کانادا. و من میخوام توضیح بدم که چه فرقی هست بین تهیه بیمه مسافرتی از کشور ایران و کشور کانادا. خیلی خوبه که از کشور ایران هم تهیه بکنین. من حتما میگم اگر که براتون در نظر هزینه‌ای مقرون به صرفه نیست، از ایران حتما تهیه بکنین. فقط موردی که وجود داره این هستش که اگر از ایران تهیه بکنین، این بیمه نامه ها هزینه هاش پایین تر هستش نسبت به بیمه نامه هایی که توی کانادا تهیه میشه. و مورد دیگه ای که هستش اینه که شما اگر که خدای نکرده بخواین برای درمان و درمانهای اورژانسی که بخواین اقدام بکنین و کلیم بکنین، اگر که این بیمه نامه رو بخواین استفاده کنین، باید پرداخت به دلار کانادا رو برای سرویس هایی که از بیمارستان ها و کلینیک ها و دکترها استفاده میکنین، پرداخت ها رو به صورت نقدی داشته باشین و بعد این مدارک رو جمع آوری کنین. با در واقع بعد از اینی که جمع آوری کردین بفرستین ایران و چون ایران تحریم هستش، اونها میفرستن کشور ترد پارتی، کشور دیگه ای که خودشون کشور ثالثی هستش که باید این بیمه نامه ها بره و بررسی بشه. زمان میبره، زمان خیلی زیاد میبره که بررسی بشه و بعد که برگردونده میشه به ایران، پرداختش به صورت ارز دولتی و به دلار اون زمان به ریال به خانواده ها پرداخت میشه. و همطور که میبینین یه زمان خیلی طولانی، شاید حدود 6 ماه 1 سال بگذره تا بتونین اون مبلغی که میخواین دریافت کنین. حالا فکر کنین که خدای نکرده پدر یا مادرتون دچار سانحه یا بیماری بشن و شما حدود $20,000 $50,000 هزینه کرده باشین. این هزینه ها باید اینقدر بدهکاری براتون باقی میمونه که ممکنه که شما از کردیت کارتتون پرداخت کرده باشین یا از پس‌اندازتون و بدهی داشته باشه و اینها همینجوری برای شما باقی میمونه و اینترست خیلی زیادی باید پرداخت کنین تا بیمه‌ای که از ایران خریدین با مبلغ خیلی کم به شما تازه پرداخت بشه بعد از مدت‌ها.
پس این مورد در رابطه با بیمه نامه ایران هستش که بعد از مدتی هم اون بیمه نامه های ایران تموم میشه و تاریخش اکسپایر خیلی زودی داره که باید اون بررسی بشه که حالا 3 ماه یا 6 ماه. اگر که خانواده شما بیشتر از مدت 3 ماه یا 6 ماه بخوان توی کانادا بمونن، بعد اون بیمه نامه های ایران شاید به سختی بشه تمدید بشه. و حسنه که بیمه نامه هایی که توی کانادا شما تهیه میکنید این هستش که موارد اورژانسی رو برای شما چه حادثه چه بیماری میتونه در واقع کاور کنه. کاورج ها متفاوت هستش، از $15,000 $25,000 $50,000 $100,000 تا $150,000 یا حتی بیشتر. بستگی داره به سن مادر پدر و سن کسی که ویزیتور هستش میاد توی کانادا و بستگی داره چه کاورجش رو بخوان تهیه کنن. مبلغی که ما در واقع هزینه‌ای که با توجه به کاورج و سن به شما اعلام میکنیم مبلغ روزانه هستش، یعنی بیمه نامه رو شما دارین روزانه تهیه میکنین، ولی با توجه به سلیقتون و با توجه به نیازتون طول مدت میتونه 1 ماه 2 ماه 3 ماه باشه. مورد دیگه ای که وجود داره این هستش که خب ما خدمتتون گفتیم که برای کاوریج و تعداد روزایی که شما تهیه میکنید و حتی شما میتونید برای سوپرویزا اقدام بکنید. من به عنوان در واقع یه بروکر به بیمه نامه های شرکت های مختلف دسترسی دارم، میتونم قیمت های مختلف رو از شرکت های مختلف براتون تهیه بکنم با توجه به بودجه‌ای که شما دارین و اون سلیقه‌ای که شما دارین. بیشتر بیمه نامه ها مشابه هم هستش، فقط این که با توجه به برندی که وجود داره قیمتاش متفاوت میشه. چیز دیگه ای که هستش این هست که شما میتونین با دیداکتیبل بگیرین، یعنی اینی که مبلغی رو به عنوان مثلا $150 $500 دیداکتیبل بذارین که از اون مبلغ شما هر وقت که بخواین اقدام بکنین مورد پزشکی پیش بیاد، هر بار باید اون مبلغ دیداکتیبل رو شما از جیب خودتون پرداخت کنین و بقیه اون هزینه‌ای که وجود داره برای درمان اون رو باید خودتون در واقع کلیم بکنین و از شرکت بیمه دریافت کنین. و مورد دیگه ای که هستش، پس دیداکتیبل میتونه قیمت رو خیلی تغییر بده و قیمت رو بیاره پایین. البته که من توصیه میکنم دیداکتیبل 0 باشه، ولی باز به سلیقه شما مربوطه. و موارد دیگه ای که هستش اینه که شما میتونین برای مدیکال اینشورنس بیت تریپ پروتکشن کاورج بگیرین و یا مدیکال اینشورنس بیت نو تریپ پروتکشن کاورج، یعنی برای زمان سفر رو هم در نظر بگیرین یا بدون سفر. و مورد دیگه که خیلی مهمه، اگر خانواده شما یا خود شما دارین از ایران تشریف میارین و به بیماری دچار هستین که بیماری زمینه‌ای هست یا مثلا بیماری کنسر داشتین، بیماری قلبی داشتین ولی استیبل بودین توی 1.5 سال 2 سال گذشته، این جزء پری اکزیستینگ حساب میشه، یعنی که شما بیماری دارین که الان استیبل هستین و کاملا الان سلامت هستین ولی تحت درمانین. این بیمه نامه هایی که برای این موارد هست رو هم ما در نظر میگیریم. از نظر هزینه یه مقداری متفاوته ولی خیالمون راحته که شرکت بیمه میدونه که شما پری اکزیستینگ دارین و بیماری قبلی داشتین و میتونه با توجه به اون به شما یه کاورج خیلی خوب و مناسب بده. و مورد دیگه ای که هست که لازم میبینم که بهتون توصیه کنم این هستش که برای بیمه های مسافرتی که شما تهیه میکنین یا سوپر ویزا، بعضی شرکت ها هستن که میتونن بهتون برای طولانی مدت به صورت قسطی و ماهانه شما میتونین تهیه کنین، یعنی اون کاورج رو برای 1 سال بگیرین ولی قسطی و ماهانه پرداخت کنین که این رو هم میتونیم در خدمتتون باشیم. و برای کسایی که از کانادا تشریف ببرن به کشور دیگه و به طور مثال به اروپا یا
آمریکا و کشورهای دیگه سفر میکنن، اون رو هم ما میتونیم بیمه نامه هایی رو براشون تهیه کنیم به عنوان کسایی که مقیم کانادا و بیمه توریستی میخوان تهیه کنن که میتونه تا $1,000,000 یا بیشتر کاورج داشته باشه. و تمام این بیمه نامه ها میتونه حتی کرونا رو هم که بیماری بوده که در تمام دنیا عمومیت پیدا کرده بود، اون رو هم کاور کنه. برای اطلاعات بیشتر و با توجه به اون بودجه‌ای که شما دارین و با توجه به اون روزهایی که میخواین توی کانادا اقامت داشته باشین یا از کانادا به کشور دیگه تشریف ببرین، لطفاً به من تماس بگیرین. من بتونم به شما بهترین کاورج رو و بهترین بیمه نامه رو به شما در واقع قیمت بدم که بتونین برای خودتون تهیه کنین. لطفاً بدون بیمه نامه چه از ایران چه کانادا در واقع ویزیت نکنین کانادا رو. این خیلی هزینه بسیار زیادی رو برای شما در واقع تحمیل میکنه. من توصیه میکنم که حتما تهیه کنین. سلامت و پایدار باشید.